دعوت کامران What the fuck؟ من و علیرضا یه روز طلسم شدیم و زندگی هامون با هم دیگه جابجا شد تا بتونیم زندگی رو از دید هم دیگه ببینیم و شما ببینید که ما توی خلوتمون چه کاره. برای اینکه بتونیم زندگی قبلیمون رو پس بگیریم باید بتونیم چند تا از عادتایی که اون شخص مقابل انجام میده رو به عنوان چالش انجام بدیم. پس این ویدیو رو تا آخر ببینید چون قرار پشمات بریزه. چون من شب تو اتاق خودم خوابیده بودم. خیلی حس عجیبیه که تو اتاق علیرضا خواب بیدار شم. من که اینجا اومدم من دیشب خب چیزی هم نخوردم. تختش خیلی سفته. فضایی که علیرضا صبح خواب بیدار میشه توش. فکر کنید اینجوری از خواب که بیدار میشه تو دهنش کفشه. به 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 از کله من بزرگتره. به به من کور این تو یه کفش خریده که پلمپه. به به فکر کنم زندگی توی جلد علیرضا اینه که لای کلی کفش باشی. خودم از بوم افتادم. فکر کنم همتون قبلا خونه این فرد رو دیدید. چیز خاصی نیست. یعنی تو صبح از خواب بیدار میشی یه دونه بشقاب اسهال این چیه اینو تو اتاقت همینجوری میای اینجا هست. موقعی که داشت 2 میلیون واسه این پول میداد کلی بهش گفتم که نه چرا داری این کار میکنی، ولی بعد فهمیدم که خفنه دمش کم که پولشون داد. یکی از چیزایی که تو اتاق علیرضا خیلی دوست دارم این تعداد زیاد دمپایی‌هاشن. این کراکسی که داره و مسی رو گذاشته کف دمپاییش. احترام به مسی صفر. یه چیزایی که اینجا هست دمبل هایی که هیچ وقت دست نخورد. بیخیال من از هیچی نخوردم حسابیم گوشتم اصلا زور نه. خالی علی با سوهان بچه علی با سوهان میخوره دمش گرم. البته سر صبح قند خوردن فقط باعث میشه ضعف کنید. پروتئین وی به همراه جو 2 سر به همراه شیر بدون یه ذره نمک. بابا جان شما صبحونه قرار فکر کنم تو خونه من عشق بکنید. سوهان و مامان برات میاره ولی نخور. صبحونه نمیخوام چایی میخورم. نه واسه جدی بخوام صحبت کنم واقعا منظرم با صبحونه تو عوض کنید. مثلا خوشمزه نمیشه. نه مزه نونپایی گرو نمیده. چایی بخور. مثلا دوست نداشتم. حالا من بخور. بعد من یا بعد صبحونه تو عوض کنی. این این چی نخوردم بود. میز کار علیرضا. اینجا انواع وسیله بهداشتی داریم که علیرضا استفاده نمیکنه. اوه ساعت علی ساعتش کوک نیست. PS5 داداش. یعنی بلند میشی میبینی اولا که بارسا 2-1 زدته. من مشکلی با رئال ندارم ولی خب PS5 رو که کردن تو این PS5 خودش چجوریه داستانش. PS5 تازه روشن شد ها. دسته‌های پلی استیشنی که ما به زور فرو کردیم به علیرضا. دفترهای کار علیرضا یک تنه به جنگلا مثل که چایخون میدن. ها این بود. این نینتندو بود. یعنی شما فکر کن PS5 تو خونت باشه بعد نینتندو رو برداری بود. صبحونه رو که همون چاییه صبحونه رو توی بالکن باید بخورم. چقدر گنگ. نینتندو رو که بریم بفروشیم. یکی از مزیت‌های خیلی خفن اون علیرضا داشتن این بالکنشه. سبک زندگی عجیبی داری علیرضا. یه موس اینجا داره یه موس اینجا داره. آها این یکیش واسه این سیستمه یکیش واسه مسخره خودش کرده. یه دونه سیستم قوی میبست خب دیگه 2 تا سیستم نمیخواست. من داری ماین میکنی. یه نینتندو میخوام من الان باید نینتندو بشینم کریر بازی کنم اگه قراره بشینم. در صفحه کامپیوترش ما داریم چند تا ویدیو می‌بینیم که هنوز نیومده که من به عنوان سید احمد کامران طبیعتا نمیام ویدیوهای خودم رو براتون اسپویل کنم. میدونید چی میگم؟ شاید موقعی که این ویدیو رو دارید می‌بینید این ویدیو اومده باشه مثلا این 24 ساعت لخت تو خیابون رفته این ورون ور. بچه‌ها این ویدیو رو من دیدم. من سید احمد کامرانم. علیرضا مطلیه که 24 ساعت لخت این ورون ور شد. اینو نباید میگفتم. یکی از روتین هایی که علیرضا داره خیلی تاکید داره روش مامانش براش بیاره غذا رو ولی نخوره. چجوری میتونی
کارو بکنی یه چی برات بیارن و تو نخوری تا تهشو. من از بچگی با بزرگم بهم گفته اگر اون چیزی که برات میارن تو ظرفت اضافه بمونه اون دنیا بعد اضافه شو بخوری از تو سطل آشغال. نه واقعا مثل اینکه با PS5 مثل اینکه بازی میکنم دسته PS5 رو یه لحظه بردارم دوستان میرم در اسکواد. وات ناموس دلغک ریت فقط 91. تیم پولی چقدر خرج کردی واسه تیم پولی؟ 1,884,000. ای خدا ای قشنگ اگه میخوای بدونید که حامی که پولاشو چیکار میکنه سمترین کارهای دنیا رو انجام میده ایرز. یعنی تازه دارم با کرکترش آشنا میشم. باید سعی کنم تو بسکتبال روی انگشتم نگه دارم و نتونم. داشت خسته نمیشی؟ باید یک مچ رایولز بزنم و وقتی که داره این قسمت پیدا میکنه مچو من باید مثل دیوونه ها در طول اتاق خوش بزنم در دیوار. نمیدونم چرا این کار باید بکنم. و شنا هم بری یعنی مچو پیدا بکنه خب این مرد میپره که من سعی کنم چوب بیسبال رو بچرخونم. اوه شت چه حال میده رمان سید احمدی کامران. خب ما طبیعتاً باید ببازیم میدونی اصلا درست نگفتن این کارا رو ما خواهم انجام بدم ولی خب من باید ببازم. ادا در وردن جلو آینه اون دیوونه این کارو میکنه. با همونطور که میدید ما در نیمه دوم قرار داریم و 3 تا خوردم طبیعتاً چون حامیم و الان چون نیمه دوم قرار داره بازی باید استاپ کنیم. تو این 20 ثانیه‌ای که وقت داریم ما بیایم چیکار کنیم؟ شنا کنیم. چه فازیه جدی؟ نکنه اسکول منو گرفته اصلا این کارا رو نمیکنه. چه فازیه؟ الان من چرا باید این کارو بکنم آخه؟ مثل اینکه میشینه اسپایدرمن بازی میکنه. خب خدا رو شکر. بعد فیفا نینتندو رو بردار و برو کریر رونالدو رو. کی بعد PS5 به دوباره نینتندو بازی کنه؟ یه بازی همون دقیقا همون. سلام سهرم. اوه این اصلا خود ایرزا همینجوریه. تمرین میکنی با من بازی بکنی؟ لحظاتی پیش مامان حامی برای من یه دونه نهار آماده کردن که مقداری برنج به همراه 2 تکه مرغ به همراه ذره سالاد و من اعلام کردن که یک لینک برایتان فرستاده و تو باید اون ویدیو رو به همراه نهارت نگاه کنی. ویدیو پک اوپنینگ. چرا من باید ویدیو پک اوپنینگ به همراه نهارم نگاه کنم؟ به به آقا نهار علیجونم رسید. ببینیم چه پکیجی دارم. خاله غذا چیه؟ دمپخت، لیوان، آب، خیار و ترشی. غذای بسیار خوشمزه‌ای میاد ولی علی میگه 2 تا قاشق بخور دیگه نخور. مریضی؟ مشکل داری؟ به اضافه این که علی میگه موقع نهار اسپید نگاه میکنه. هیچ لذتی نداره. من حقیقتا در عالی اسپید نگاه نمیکنم. ببینیم که ایرزا با یه سلیقه‌اش موقع نهار خوبه یا نه. این غذایی که ما که میگیم دورا بخوری چیه؟ خوشمزه است ولی خوشه. خدایی تو الان هم این نگاه میکنی هم اون نگاه میکنی کدومش هیجان انگیزتره ها؟ اون کامنت ها اسم اون کسی که هیجان انگیزتر زندگی میکنن من روی غذا اضافه بکنم. سیمان پدر بزرگم قراره دهنمو صاف کنم. مرسی خاله. مثل اینکه زورا به همراه نهار دوغ هم میل میفرماید. یکی از کارهای ایرزا تو طول روز وقت گذروندن با سیمبا. سیمبا دیدی نمیخوام بزنم به تموم. یکی از کارهایی که ایرزا انجام میده و سیمبا دوست داره اینه که بزنی در کونش. کوچو ببینم خیلی کوچولو بوده اومده بود توشون. اینقدر بود. خب طبق گفته‌های آمیکیم عزیز ما بعد از اینکه نهار رو خوردیم یکم شیل کردیم و فیلان و بیسار کاری که باید انجام بدیم اینه که یه گیم پلی ضبط کنیم. سرشو باشه دستم. سلام واتساپ کی گنگ چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه در مورد اینترنت کافه سیمولیتر.
که همونطور که دارید می‌بینید کافه سیمولیتر ما اون چیزی نبود که شما فکرشو می‌کردید. یکی از کارهایی که علیرضا انجام میده اینه که تصمیم میگیره کاری انجام بده ولی وسطش یادش میره اون کار انجام نمیده. ما با یه دیوونه طرفیم. اینو من کجا بذارم؟ این لا باید میذاشتم دیگه. ولی تو فعلا اینجا بمون. خب من تصمیم میگیرم که برم ریلز نگاه کنم. کفشامو مرتب کنم. کفشامو مرتب کنم. یعنی من میام داخل گیم نت خودم. او بالا داری؟ کفشام توش. من خیلی وقت این آینه رو پوشیم که یکی از کارهایی که علیرضا گفته بعد انجام بدم اینه که هی برم یخچال چک کنم. صح بستم. الان به جای اینکه لباسای خودم رو بخوام بپوشم، اصلا لباسی نداشتم که بخوام بپوشم. واقعیتش مجبورم که لباسای حامی رو بپوشم، از در خونه برم بیرون. اینکه بخوام چه لباسی رو انتخاب کنم نمیدونم. الان باید مثل علیرضا لباس بپوشم. بعد سخت لباسم چون علیرضا واقعا تیپای سختی میزنه. این کفش من دارم خودم نمیپوشم. یه شلوار میخوام، یه شلوار ناب، یه شلوار ناب. میدونی چی میگم؟ این شلوار مورد علاقه هم میشه. یعنی شما روز ببینیش با این شلوار، شب ببینیش بازم با این شلواره. یه چیزایی که الان مثلا خیلی سخته اینه که علیرضا شلواراش همشون بگه. بعد این شلوار رو بپوشم. خدای نکرده فکر نکنید که من شلوارمو جلوی شما در میارم. نه خدای نکرده. بیایید با من آماده شید. آجی خیلی گشاده. برای پیاز داغ داستان هم بازم لباس مورد علاقه که این ماچی نیست. میبینی من الان علیرضام. با توجه به وضعیت جوی آب و هوا هم تیشرت مثل اینکه منطقی نبود. نمیدونم ما تو تابستون زندگی میکنیم ولی خب توی رشت اصلا تابستون انگار وجود نداره. خب بدون این کفشای قولاسا که نمیشه. نیک اصلا خیلی گنده است. احساس میکنم آجر به پام وصله. دیگه الان کوپ به خودشم. برای حامی که تو دیگه علیرضا مطلی میبینی جوری اینو میپوشه. پاهام میخورم به هم دیگه. به پسر قدیمیم. تشین شده پسران. یکی از پوینت‌های مثبتی که ما داریم اینه که ما ماشینمون اگر هامی کیم باشیم ما ماشین اتومات داریم. یعنی ما دنده نمیزنیم دیگه. میخوای بدونی مزیت دنده نزدن چیه؟ اگر یه خانمی کنارت باشه دیگه لازم نیست هی بیای دستت هی اینجا بذاری. هی میتونی آدم کثافتی نیستم. علی من ریدم تو این کفش اینقدر گنده است. من گاز و ترمز با هم فشار میدم. باید دریفت بزنم میخوام برم. جان اینو میزنی رو ان، دستی رو میخوابونی. دستی دکمه ای ها بچه خارجیه. اینم میزنی روی خارجی. ماشین خارجی ماشین خارجی. داداش من ریدم تو این کفشت. خودم تا حالا تستش نکرده بودم برای رانندگی. پیاده و بیام کفش من خراب نکن. پیاده میام وسط راهم کلی چاله میافتم دهن کفش رو میگم. من اینو نشون ندادم آقا. اصلا هامی کیم و چی؟ فقط یه دونه اپل واچ. این چی میگه؟ کمربند؟ من تو زندگیم کمربند نبستم که این ماشین داره به من میگه کمربند ببند. تو غلط میکنی به من میگی کمربند ببند. ماشین خودش شیشه عقبو چرا کجا داداش؟ سلام. این تانک چیه؟ عرضو. منی؟ چرا تو دماغی داری؟ خبر. سانروفشو باز نکردی؟ نه دیگه تو ماشین. تو بارون سانروفو باز نکردم. نکن. علی نکن. چطور بزنی؟ خیلی غذات خشکه. خیلی خشک میخوری. تو خیلی کم میخوری. نه من سیر میشم. من خوردن بچه‌ها خسته میشم. چای خوردی؟ حوصله‌ام سر رفت تو بالکن صبح. چقدر موندی مگه؟ 10 ثانیه میموندی. می‌بینی الان من همین موقع چیکار می‌کنم؟ زندگی شبیه یک پسر 10 ساله است. تو 2 تا کنسول. آخه من از بگیرته تو 2 تا کنسول. موقع نهار چی؟ پک اوپنینگ موقع نهار. اسپید موقع نهار. اسپید باحال بود. قبول کن. اگر هم نمیدونید این موقع از تایم‌های روز دیگه ما به هم دیگه میپیوندیم و ویدیو میگیریم براتون. بعد بریم این تلسمو بشکنیم. چکونیم. لباسا رو در بیاریم. لباسا رو عوض کنیم. خودمون رو عوض کنیم. آره بریم لطفاً. شورتت معلومه؟ نه. تو علیرضا نیستی. شورتت خیلی معلومه. خداحافظ. دستم از چونت بیفته پایین.